بچه‌ها سلام. این اولین ویدیو تو یوتیوب منه. لطفا ساب کنید، لایک کنید. اومدم تو این ویدیو PS4 قدیمی یا دهه 60 رو بهتون نشون بدم. اسمش هم سگاه. برو بریم. این دستشه، اینم خودشه. حالا بریم روشنش کنیم. اینجوری که روشن میشه. کارو بگی چی جوریه. ببین اینجوری بوده. این اون موقع این خیلی چیز بوده ها. هر کی اینو داشته پولدار بوده. ببین مثلا سونیک، گرافیک خدا، فقط گرافیکو باز برای اون موقع خوب بوده، چیز بدی هم نبوده. یه دوست داشت توی ویدیو بیایم سگا رو با PS4 مقایسه کنیم، لایک های این ویدیو رو به 10,000 تا برسونید. پارت دومشو با PS4 مقایسه میکنیم سگا رو. این بود. بعد یه بدی داره، وقتی 3 بار ببازی مثلا تا مرحله آخرم رفته باشی میری از اول. این بدیشه. یه فیلمی هم گرفتم حالا براش ببینیم. این 2 تا بازی خوب داره. یکیش یه خرگوش خیلی باله، براتون میذارم ببینید چجوریه. مامان باباتون بگید سگا میدونن چیه. بریم. باز از سونیک بهتر گرافیکش، باز خوبتره. یه چیزی هست. حالا یه بازی از خیلی خیلی خوبه، همه دوستش دارن. این اسم شورش در شهره. بازی خیلی قدیمی، گرافیک خیلی کم. اینجا نمیزنی یا باید شخصیت رو انتخاب کنی. من اینو انتخاب میکنم، خیلی دوستش دارم. گرافیک خدا. نگاه کنید چجوریه. بالا میاد و بیا اینا رو بکشید. اینم این بود دیگه. یه چیزی داره، فیلمش بوده، خیلی بازی گندیه. فیلمش من دیدم چطور اینه، خیلی بده. من خودم اصلا خوشم نمیاد ازش، اینجوریه بازی بچگونه ایه. این بود دیگه. اینم از همین بود دیگه. اگه خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرتونم تو کامنت ها نویسید.